اگر فرض کردیم یک شهروند اومد و خواست مثال رامونف رو ترور کند، بله این جنایت خیانت به وطن نیست، این جنایت نام خود را دارد، این بند کودکس نام خود را دارد. یا آمد مثال نمیدونم او با در چیز چی بود، با در کدام برنامه چینی ها چی کرده است، نظرسنجی تحقیقات گذرانده است، نظرسنجی گذرانده است و این نمیتواند در حالی که همین حکومت خودش با دست خود مثال تمامی در قلمرو ولایت مختار کوهستان و بدخشان تقریبا تمام پاسگاه های سرحدی و زستف ها و همه چیزها را با مبلغ گذاری چین و ساختمانچیان چین و زندانی های چینی ساختند اینجا با این ساختمان حتی حکومت مثال پروکوراتور بگیریم یا یگان امنیت دسترسی نداشت به این چیز، به این ساختمان ها. چیزی که همون خطایه ها خواستن همان ها خودشون کردن، کدام چیز رو خواهد نصب کنند همان نصب کردن. فرض کردیم ببینید این دوست استراتژی همین رژیم است، ولی رخشانه اومده است و با این دوست استراتژی کدام یک تحقیقات گذرانده است و این شده است خیانت به وطن. یعنی تماما اینجا منطق از منطق بیرون یگانه مطلب پرونده را من بار دیگر تکرار میکنم که این قصاصگیری شخصی یوسف رحمان از شکرجان حکیموف